ساکنان زیاد خوجند و شهر و ناحیه‌های دیگری سوخت برای آراستن دسترخوان عیدانه‌شان اساساً از بازار معروف پنجشنبه محصولات می‌خرند. این بازار بزرگترین خوراکواره منطقه برای هر خریدار انواع گوناگون ذیب دسترخوان را به فروش برآورده است. ولی خریداران را نرخ‌های آن به تشویش انداخته است. مثلا نرخ کارتوشک 3 سوم بود، از این مثال 4 سوم میشه. همون سوداگرها میگن که مورد شود اگر نرخش میفروخت، کم شود نرخش میفروخت. بخش سبزوات فروشی این بازار سیرآدم و سودا گرم است، چون که ساکنان برای طعام و خورش‌های عیدانه اساساً سبزوات تر و تازه میگیرند. ولی فروشندگان و تاجران بازار پنجشنبه میگویند بلند شدن نرخ محصولات از آنها وابسته نیست. این حالت بیشتر به عامل‌های بیرونی دخل دارد. اکنون سوی سودا همین که مثال اگر سال کمتر آماده ماند این قیمت‌تر میشد. با سال مول بود با بیشتر سیت ما نخواهیم مردم میشد. این حسابی همین نباشه. دهقانی خودمون به ملال میرسد. تا وقتش خودخوان میرسونیم دهقانی. مثال بعضی آدم میگوید که دلار برآمد و دلار فرآمد نه، دلار ما فرقش نه. ما پلیس سامان که سودا میکنیم هم جهت قاشقواری گنجاره و سرویس و قیمت که همون روش همین نرخ حاضر حرکت میکنیم یک سه مونده بالاش به ارزانتر فروشیم. همه ساله در آستانه عیدها نرخ‌ها در بازارهای کشور بالا رفته و ناراضگی مشتریان را به میان میآورد. ولی باز هم با توجه به آنکه آراستن دسترخوان عیدانه به یک سنت اصلی مردم تبدیل شده است، ساکنان قبل از این گونه عیدها سرمایه اندوخته خود را برای تهیه این دسترخوان خرج میکنند. با این وجود خریداران امید به آن دارند که بعد تجلیل سال نو میلادی نرخ‌ها باز به اعتدال می آید و وضع در بازارها بهتر می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.